طراحی لوگو رولکس یک تاج خاص برای یک برند خاص. همونطور که گفتیم لوگوی برند رولکس یک تاج طلاییه که روی پس زمینه سبز رنگ قرار گرفته و توی همه ساعت‌های این برند به چشم می‌خوره. رنگ طلایی تاج نشونه بهترین و برترین بودنه، در حالی که رنگ سبز پس زمینش نماد موفقیت و پیروزیه. طراحی لوگوی رولکس کاملا با فکر و هدف انجام شده و یک معنی خاص پشتشه. قدیما وقتی کسی تو کارش موفق میشد یا یک دستاورد مهم میرسید بهش ساعت هدیه میدادن. برای همین این لوگو هم تداعی کننده ارزشمندی و موفقیته. نماد تاجی که رولکس انتخاب کرده دقیقاً مناسب همین مفاهیمه: قدرت، شکوه و خاص بودن. رولکس طراحی لوگوش رو خیلی حرفه‌ای انجام داده، چون سالهاست که به عنوان یکی از معتبرترین برندهای دنیا شناخته میشه و همیشه جزو معروفترین برندهای ساعت در جهانه. شعار برند رولکس فقط یک ساعت نیست، یک داستانه. هر برندی در کنار اسم و لوگوش یه شعار هم داره که هدف رو و مسیرش رو مشخص‌تر نشون میده. رولکس هم از این قاعده مستثنا نیست و مثل بقیه برندهای معروف شعارهای خاص خودش رو داره. این برند تو طول سالها چند تا شعار مختلف استفاده کرده، ولی دوتا از معروفترین شعارهای رولکس اینا هستن که بیشتر از بقیه تو ذهن مردم موندن. شعار اول: هر ساعت رولکس یک داستان داره. Every Rolex tells a story. ایده پشت این شعار اینه که هر کسی که یک ساعت رولکس داره یک داستان خاص برای خریدنش داره. معمولاً این